بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همون گونه که در ویدئوهای قبلی در مورد ادبیات رمزی و سمبولیک برای شنوندگان عزیزم سخنانی بیان کردم، همکنون نیز دنباله همون مبحث سخنانی خواهم گفت. می‌دانیم که ادبیات غنایی در شعر فارسی و کلاً ادبیات جهانی جایگاهی ویژه دارد و اصولاً غنا به چه مفهومی است؟ غنا به معنی سرود است. سرود و شادمانی می باشد و ادبیات غنایی از عواطف و احساسات شاعر سخن به میان می آورد که شامل غم و اندوه، عشق، مرثیه، طبیعت و غیره بیان می کند. در قالب‌های گوناگونی مانند مثنوی، دوبیتی و سایر قوالب شعری اشعار خود را بیان می دارد. خلاصه باز هم از ادبیات غنایی توضیح خواهم داد. امید است که شنوندگان عزیز و نسل جوان امروز ما که ما وارث یک فرهنگ بسیار غنی از گذشتگان خود هستیم از آن پاسداری کنند و درس حکمت و اخلاق و عرفان را از آن بیاموزند و در زندگی روزمره خود به کار برند و اجتماعی شاد، زندگی توأم با شادمانی و عشق الهی را در بر داشته باشند. در مورد ادبیات غنایی که غزل فارسی در این دوره به اوج کمال خود رسیده و سعدی در ادبیات فارسی ما استاد غزل فارسی است و سخن از عشق و معشوق بیان می دارد، چه سمبولیک و چه غیر سمبولیک. عشق به معشوق و تحمل و دشواری های راه عشق که شامل وصل و هجران و سوز عاشقانه توأم است. معشوق همه ناز است و عاشق سراپایش نیاز و کمال عاشق سرانداختن در پای معشوق است و عشق پاک و حقیقی عشق به محبوب ازلی یعنی خداوند است که عاشق در عین عشق با پاکی و صفای روح و شوق و شور همدم و همراه است. ناگفته نماند که در ادبیات فارسی وسیع‌ترین افق معنوی و عاطفی در شعر غنایی وجود دارد که غزل فارسی شامل مسائل اجتماعی و عواطف شاعرانه است و حافظ و سعدی و مولوی
قالب‌های زیادی در این شعر سرودند و پیشگام عرفان در شعر فارسی صنایع غزنوی در قرن ششم است که مسائل عرفانی را به صورت رمزگونه و سمبولیک در اشعار خود بیان داشته است و اصطلاحات صوفیه را به کار برده است. همکنون یک غزلی از غزلیات حافظ شیرین سخن که جنبه اجتماعی و سیاسی دارد که از جور و ستم حکومت ستمگر زمان خود یعنی امیر پیر حسین در شیراز که آغاز حکومت شاه شیخ ابواسحاق اینجو که از ممدوحان حافظ به شمار می رود بیان می کنم. شاه شیخ ابواسحاق اینجو مدت 11 سال حکومت در شیراز نموده، یعنی از سال 721 تا 757 و حافظ یکی از ممدوحان اون فرد بوده است که سرانجام پس از یک دوره جنگ و جدال از امیر مبارزالدین که از چهره‌های منفور در شعر حافظ می باشد شکست خورده و اعدام می گردد و در لحظه مرگ این رباعی را سروده است، یعنی کسی که این رباعی را سروده است شیخ ابواسحاق اینجو می باشد که طبع شعر داشته و به شعر شاعری نیز علاقمند بوده است. با چرخ ستیزه کار مستیز و برو، با گردش در میامیز و برو، یک کاسه زهر است که مرگش خوانند، یک کاسه زهر است که مرگش خوانند، خوش درکشو جرعه بر جهان ریز و برو. اینک غزلی از حافظ میخوانم و تا حد توانم به شرح و تفصیل آن نیز خواهم پرداخت. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. اون همه ناز تنعم که خزان میفرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. هجران به معنی دوری و فراغته، فرقت هم به همین مفهومه. آخر شد به پایان رسید، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. اختر گذاشتن و مفهوم به سامان شدن کار بر وفق مراد خود انسان انجام شدن کار. زدم این فال و گذشت اختر و اختر معنی ستاره است. قدیمی ها عقیده داشتن که هر کس یک ستاره ای دارد و از روی اون ستاره نحس یا خوشبختی میتوان در مورد اون پیشبینی کرد. اینجا به این مفهوم هست که زدم این فال و فال گرفتن که یکی از اشعار حافظ است که مردم با فال او توجه میکنند و اون استاد دانشگاه و کرسی دانشگاه که فقط حافظ تدریس میکند از حافظ بهره میگیرد و اون فرد دهاتی بی سوادی که فرزندش یا دخترش از او دور است و غمگین و افسرده است با حافظ روی می آورد و فال می گیرد و حافظ جواب او را هم می داد. اما جوابهایی که
به این فرد میدهد با اون فردی که درس خوانده است تفاوت‌های فوقی دارد. از همین نظر تفاوت‌های بالایی دارد. از همین نظر در همه خانه‌های ایرانیان بعد از قرآن دیوان حافظ وجود دارد و تفاعل میگیرند و به حافظ به روح و روان اونها نزدیک است. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. یعنی اینکه تجربه ما به پایان رسید، اون سختی ما به پایان رسید. اون همه ناز تنعم که خزان میفرمود، فرمودن به معنی انجام دادن هست در اینجا. اون همه ناز و تنعم، ناز و تنعم مخصوص انسانه. خزان اینجا شخصیت بخشی هست. خزان استعاره است، استعاره از همون امیر پیر حسینه. اون همه ناز و تنعم که خزان میفرمود انجام میداد، عاقبت سرانجام در قدم باد بهار آخر شد. قدم به معنی آمدنه، عاقبت سرانجام در آمدن فصل بهار آخر شد. خب این معنی ظاهریشه، اما معنی اصلیش به معنی درونیش اینه که اینجا قدم بهار منظور همون شاه ابو اسحاق اینجور که ممدوح حافظ هست با آمدن اون، مثل این که شادی سر میرسد و رنج و غم و ستمگری به پایان خواهد رسید، به پایان میرسد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. ایزد معنی پروردگاره، یزدانم از زمینه، یزدم از زمینه. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، اینجا اقبال کلهگوشه گل، کلهگوشه گل هم یعنی امیر جمال الدین اینجو هست. شکر میکنیم با پروردگاری که با اقبال به معنی شاید روی آوردن خوشی و خوشبختی باشه، نخوت باد دیو شوکت خار آخر شد. باد دی استعاره است از همون امیر پیر حسین که مثل باد دی سرد و بیرمق و سختگیر و ستمگر و ظالم و اینها بوده. شوکت خار، عظمت خار باز هم امیر پیر حسین هست، هر دو استعاره هستن، به پایان رسید. شکر ایزد که به اقبال و کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. اون ظلم و ستم این امیر پیر حسین ستمگر در این زمان به پایان رسید. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. صبح امید که بود معنی بوده، معتکف پرده غیب، معتکف معنی مقیمه که در پرده غیبت صبح آرزو و امید رهایی از چنگ این فرد ستمگر که در پرده غیب پنهان بود، گو برون آی، بگو ای صبح امید، ای آزادی، ای خوشبختی، ای سعادت، بیرون بیای که کار شب تار آخر شد. شب تار هم میتونه استعاره از همون تاریکی و ظلمتی باشه که اون ستمگر امیر پیر حسین انجام به آخر رسید. اون پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. اون پریشانی، افسردگی، شبهای طولانی که توأم با غم و اندوه بود و دوران استبداد و ستمگری بود، همه در سایه گیسوی نگار. اینجا سایه گیسوی نگار میتونه استعاره من باشه از همون پادشاه
دادگر که ممدوح حافظ بوده و شاه ابو اسحاق اینجو باشه به پایان رسید. همه در سایه گیسوی نگار خود شد. یعنی بخت و اقبال بلند بود که این پادشاه و این ممدوح دوباره عدل و عدالت برقرار کرد. باورم نیز ز بدعهدی ایام هنوز، قصه غصه که در دولتیار آخر شد. باورم نیز ز بدعهدی، بدعهدی به معنی پیمان شکنیه. ایام هنوز یعنی ایام یعنی روزها، ایام مفرد یوم یعنی روز. باورم نیست یعنی قبول نمی کنم، باور ندارم. ز بدعهدی ایام هنوز، ایمان شکنی روزگار. قصه غصه، بین قصه و غصه سند جناس به کار رفته. قصه غصه که در دولتیار آخر شد. این غم و اندوه با آمدن این پادشاه، با آمدن این سرور، با این آمدن این ممدوح به آخر رسید. ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد. ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. ساقی و ساقیا اینجا استعاره است. استعاره است از کسی که اون غم و اندوره. یعنی ساقی به معنی کسی که شراب میده، این معنی ظاهریشه. اینجا بین ساقی و قدم صنعت مراعات نظیر وجود داره. ساقیا لطف نمودی. ساقی اون چیزی هست که لطف الهی شاید باشد و همین هم هست. منظور از ساقیا لطف نمودی، قدحت پر می باد. می اینجا نه می معمولی باشه، می اینجا سمبولیکه. ساقیا لطف نمودی، امید است که اون ظرف تو پر از می وحدت باشد، می الهی باشد، عشق الهی باشد، که به تدبیر تو، که با تدبیر و چارجویی تو درد سر ما به پایان رسید، ناراحتی ما به اتمام رسید. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کن محنت بی حد و شمار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ ارزش بهش قائل نشد. هرچند که ارزش بهش قائل نشد، شکر میکنم به پروردگاری که اون رنج و غم بی حد و اندازه به پایان رسید و این دوره استبداد و ستمگری این حاکم به پایان رسید و به اتمام رسید.